تله تایید طلبی یکی از تله‌هایی هست که در بعضی از افراد فعاله و کسایی که این تله رو دارن به شدت نیاز دارن که دیگران تاییدشون کنن و از دیگران تایید بگیرن. بنابراین این افراد تلاش میکنن که با شهرت یا زیباییشون یا موقعیت اجتماعیشون از دیگران تایید بگیرن و به یک احساس خوشنودی برسن. افرادی که این تله رو دارن در زندگیشون به شدت تلاش میکنن برای به دست آوردن موقعیت اجتماعی بالا یا تلاش میکنن برای اینکه از لحاظ درسی موقعیت عالی رو به دست بیارن، فقط به دلیل اینکه تایید دیگران رو بگیرن. این افراد درگیر رقابت، تلاش و چشم و همچشمی زیادی با دیگران هستند به دلیل اینکه میخوان به دیگران ثابت کنن که من بهترین هستم و معمولا دست از کارهای تجملاتی و افراطیشون بر نمیدارن تا زمانی که احساس کنن که بهتر از دیگران هستن. افرادی که تله تایید طلبی دارن گاهن خودشون رو مطیع نشون میدن برای اینکه جلب توجه دیگران رو داشته باشن. گاهی هم افرادی چاپلوس میشن و دائم دارن از دیگران تعریف و تمجید میکنن. این رفتار هم برای جلب رضایت، توجه و تایید دیگرانه. این افراد معمولا در زندگیشون بیش از حد برای پیشرفت، برای موقعیت اجتماعی و برای به دست آوردن یک سری از دستاوردها تلاش میکنن، ولی علت تلاش اونها فقط جلب رضایت دیگرانه. شاید بعضی از این افراد رو ببینید که به ظاهر خودشون رو مغرور نشون میدن و بی‌نیاز از تعریف و تمجید دیگران، ولی در واقع اینا در جنگ با این تله هستن و میخوان خودشون رو بی‌نیاز از تایید و جلب توجه دیگران نشون بدن، در صورتی که اینطور نیست. اما علت به وجود اومدن این تله چی هستش؟ این تله در دوران کودکی ما و توسط والدینی که به اندازه کافی ما رو تشویق و تایید نمی‌کنن و عشق و محبت لازمه رو به ما نمیدن به وجود میاد و معمولا فرد همیشه تشنه محبت و عشق و تایید دیگران میمونه و همیشه دوست داره که برای جلب رضایت، توجه و تشویق و تایید دیگران تلاش کنه. برای درمان این تله شما باید در کنار یک روانکاو یا روانشناس قرار بگیرید که اون شخص به شما نشون بده که استعدادهای واقعی شما، نیازهای واقعی شما چی هستش که شما بتونید در جهت استعداداتون و نیازهای واقعیتون حرکت کنید در زندگی. چرا که شما وقتی که تله تایید طلبی رو دارید یک خود فکر رو از خودتون نشون میدید و در واقع دارید آدرس و اشتباهی میرید. شما دارید چیزی که نیستید و چیزی که نیاز ندارید و زندگی میکنید. بنابراین از خود واقعیتون خیلی فاصله میگیرید و به هیچ وقت به اون احساس رضایت درونی نمیتونید برسید. درسته که کوتاه مدت از دیگران احساس رضایت رو میگیرید و تایید رو میگیرید. شاید کوتاه مدت شما احساس رضایت کنید، ولی در دراز مدت شما به اون احساس رضایت درونی نمیرسید. چرا که شما نیازهاتون رو زندگی نمیکنید. شما بر اساس استعدادها و توانتون در زندگیتون حرکت نمیکنید. بنابراین حتما نیازه که این تله رو حلش کنید. اگر که دوست دارید ببینید این تله در وجود شما هست یا نه، میتونید به وبسایت ما برید و تست تله تایید طلبی رو انجام بدید و ببینید آیا این تله در شما فعال هست یا نه.